نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. یکی از مسائلی که در باب حج مطرح است و یکی از اولویاتی هست که هر انسان حاجی باید آن را بداند، بحث مواقیت هست. تمامی عباداتی که ما انجام می دهیم از نظر زمانی و مکانی تعیین شده که این عبادات را در چه زمانی و در چه مکانی باید ما انجام بدهیم. اوقات نماز کاملا مشخص هست. اوقات روزه، چه زمانی روزه بگیریم، از که روزه را آغاز بکنیم و تا چه زمانی باید روزه باشیم. زکات در چه زمانی بر ما فرض می شود. تمام اینها مشخص شده. در باب حج هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی زمان و مکان انجام حج کاملا مشخص هست که به این موارد در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی به عنوان مواقیت یا میقات تعبیر می شود. میقات زمانی یعنی این که در چه زمانی ما می توانیم حج را انجام بدهیم. آیا در طول سال و در تمام ماهها می شود حج کرد یا این که زمان مشخصی را دارد؟ قطعاً حج همانند دیگر عبادات زمان مشخصی را دارد. الله متعال درباره مواقیت زمانی و زمانی که حج باید انجام بشود، ماههای حج را این گونه در قرآن کریم برای من و شما معرفی کرده و می‌فرماید الحج اشهر معلومات. حج در ماههای مشخصی باید انجام بگیرد و ماههای حج معلوم هستند، مشخص و تعیین شده هستند. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. هر کسی که در این ماههای حج احرام بست و نیت حج را داشت، پس بنابراین در این حج نه رفثی باید باشد و نه فسوق و کارهای معصیت و گناه و نه جدال. بهترین حج، کاملترین حج و حج مبرور آن حجی هست که در آن نه رفثی انجام بگیرد، نه مخاربت و همخوابگی با همسر انجام بگیرد و نه گناه و معصیت که به فسوق تعبیر شده در این آیه و نه جدال و درگیری و سر و صدا. پس بنابراین از نظر زمانی تعیین شده که الحج اشهر معلومات، ماههای حج مشخص هستند. بدین معنی که در غیر ماههای حج و در غیر زمان حج انجام دادن این عبادت جایز نیست و اگر کسی هم انجام بدهد از او پذیرفته نخواهد شد. ماههای حج عبارت هستند از ماه شوال و ماه ذوالقعده و 10 روز ذوالحجه.
یعنی شما برای این که به حج بروید حتما باید در این زمان باشد، در ماه ذوالحجه که 10 روزش هست و قبل از آن ماه ذوالقعده و ماه شوال، 2 ماه و 10 روز. در این ماه‌ها شما می توانید که احرام ببندید برای حج و عمره. البته عمره به صورت جداگانه در هر ماه سال جایز هست و هیچ گونه اختصاصی به یک زمان مشخص ندارد، اما حج و عمره یک جا وقتی که باشند قطعاً باید در این ماه‌ها انجام بگیرند. احرام حج در ماه شوال و ذی‌قعده و ذوالحجه باید باشد. این میقات زمانی هست و میقات مکانی هم وجود دارد، به این معنی که مرزهایی تعیین شده که هر کسی که میخواهد به حج برود از این مرز به بعدش یک احکام خاصی به اون تعلق میگیرد که به اون احرام گفته می شود. باید احرام ببندد و از این نقطه به بعد باید حتما محرم باشد. دلیل این مواقیت و مرزهای تعیین شده حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم این مواقیت و این مرزها رو تعیین کردند. در این روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگوید وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم لأهل المدینه ذا الحلیفه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل مدینه و مردم مدینه ذوالحلیفه را به عنوان میقات تعیین کردند. ولأهل الشام الجحفه ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن یلملم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل شام جحفه را و برای اهل نجد قرن المنازل را و برای اهل یمن یلملم را تعیین کردند. هن لهن ولمن اتی علیهن من غیر اهلهن. این مواقیت و مرزهای تعیین شده برای خود این مناطق هستند، برای این شهرهایی که و کشورهایی که در این روایت نام برده شدند. هن لهن برای این شهرها و کشورها و مناطق، و لمن اتی علیهن من غیر اهلهن، و تمام کسانی که از این مسیر میخواهند که به حج خانه کعبه بروند و میخواهند از این طریق عبور بکنند. تمام کسانی که اراده حج و عمره را دارند تفاوتی ندارد، چه برای حج یا برای عمره، اینها میقاتهای مکانی هستند که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده. و در ادامه روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید و من کان دون ذلك فمن حیث انشأ حتی اهل مکه من مکه. و کسانی که بعد از این مناطق هستند، یعنی کسانی که در محدوده میقات زندگی می‌کنند، آنها از کجا باید احرام ببندند؟ در این روایت تعیین شده که آنها باید از محل خودشان و از روستای خودشان و از منطقه خودشان میتوانند احرام ببندند. حتی اهل مکه میتوانند که از داخل مکه و از خود شهر مکه برای حج در واقع احرام ببندند. پس بنابراین این مواقیت هم زمانی و هم مکانی از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا تعیین شدند و کاملا مشخص شده است. پس بنابراین حجاج خانه کعبه باید زمانی که به این اماکن میرسند یا از این محدوده میخواند عبور بکنند حتما باید احرام ببندند و با احرام وارد این منطقه بشوند و به مسجد الحرام و مکه مکرمه تشریف ببرند. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فیوعی الله علیک. در صحیح بخاری حدیث شماره 2591 و صحیح مسلم حدیث شماره 1029 اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای اسما، صدقه و بخشش کن و آن را مشمار، چون شمردن صدقه موجب بخل و منع آن می گردد. آنگاه الله عزوجل هم نعمتهایش را از تو منع می کند. مال را ذخیره مکن و آن را در راه الله عزوجل ببخش، و الا الله عزوجل هم نعمتهایش را از تو مخفی می نماید. نباید به خاطر کم بودن صدقه از انجام آن خودداری نمود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. در صحیح بخاری حدیث شماره 2566 و صحیح مسلم حدیث شماره 1030 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای زنان مسلمان، نباید هیچ زن همسایه صدقه و هدیه خود را به زن همسایه‌اش ناچیز و بی ارزش بداند، هرچند این هدیه یک تکه استخوان کمگوشت هم باشد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در ادامه بررسی آیات مرتبط با حج در کلام الله مجید جا داره از آیه 158 سوره مبارکه بقره یاد کنیم. آیه که در اون الله متعال دو مکان از مکانهای مقدس روی زمین رو برای ما معرفی میکنه. آیه‌ای که در اون دو مکان رو الله متعال که مرتبط با حج و عمره به ما گوشزد میکنه
به ما یادآور میشه تا یک تاریخی رو، تا یک خاندانی رو، تا یک شخصیت هایی رو به ما به عنوان نمونه و الگو معرفی کنه، با اون هم در خلال آیاتی که مرتبط به صبر، مرتبط به استقامت، مرتبط به تلاش و کوشش، مرتبط به ابتلا و آزمایش. در آیه 153 سوره ماره که بقره 5 آیه قبل از این آیه که ما بهش خواهیم رسید و محل صحبت و سخن ماست، الله متعال دعوت میکنه بندگانش رو به صبر و استقامت و استعانت از صبر و نماز در زندگی. و همچنین در ادامه آیه الله متعال در آیات بعدی اشاره میکنه به انواع ابتلاعات، سختی ها، مشکلاتی که در مسیر زندگی میاد، از نقص در اموال، در جانها، در ثمرات زندگی، از ترس، از نگرانی، از اضطراب. بعد از این آیات الله متعال بشارت میده انسان رو، بشارت میده بندگان صابر خودش رو، و بشر صابرین، و میفرماید بشارت بده صابرین رو. بشارت الله تعالی نشان از نعمت و رحمت الله تعالی داره و میفرماید کسانی که صبر میکنند در آزمایش‌ها و ابتلاعات، اینها همون کسانی هستند که درود الله تعالی بر اونهاست و اینها همون کسانی هستند که هدایت یافتند. به یک باره در ظاهر داره موضوع عوض میشه. بعد از آیات مرتبط با صبر، استقامت، تلاش، کوشش، آزمایشات مختلف، آیه 158 میرسه. ان الصفا والمروه من شعائر الله. یک بار صحبت از صفا میشه، صحبت از مروه میشه، صحبت از مقدسات الله تعالی میشه. الله تعالی بعد از اینکه تمجید میکنه صابرین رو در ابتلاعات و آزمایشات، از صفا صحبت میکنه، از مروه صحبت میکنه و این دو رو مقدس میدونه. صفا یک کوهی کنار کعبه، مروه یک کوهی به اندازه صفا چند صد متر اونورتر در کنار کعبه. تاریخ داره. چرا یک دفعه بعد از آیات صبر و استقامت صحبت از صفا و مروه میشه؟ چرا یک دفعه این دو کوه مقدس میشن، از شعائر الله تعالی میشن، نشانه های عظمت الله تعالی؟ دو کوه صفا و مروه که یادآور یک تاریخ. صفا و مروه برای هر انسان مسلمان یک اسم آشناست. صفا و مروه برای کسایی که رفتن مکه، عمره رفتن، حج رفتن، خیلی با صفاست. هم صفاش با صفاست، هم مروهش، هم تلاش بین صفا و مروه. اینجا هم طوافه. تنها کنار کعبه نیست که طواف میشه، صفا و مروه هم هست طواف میشه. یک سالن طولانی چند صد متری کنار مطاف محل طواف. عزیزانی که نرفتن حتما در عکس ها دیدن، در فیلم ها دیدن. اون سالن بزرگی که در نزدیکی کعبه امتداد داره همون بین صفا و مروه است. این طرفش صفاست، اون طرفش مروه است. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر الله تعالی است. صفا و مروه چی هست اصلا؟ چی شد یک دفعه در خلال آیات صبر و استقامت و صابرین صفا و مروه اومد؟ بحث از طواف اینها در حج و در عمره اومد.
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. کسی که خانه رو حج میکنه، به اومده به حج بیت الله یا عمره اومده، ملامتی بر اون نیست که اینها رو طواف بکنه، این دوتا رو طواف بکنه. صحبت از طواف اینهاست، هم در حج هم در عمره. صفا و مروه از ارکانه، سعی بین صفا و مروه، طواف صفا و مروه، به تعبیر قرآنی طواف صفا و مروه، اینها از مهمترین عباداتیه که در حج و عمره انجام میشه. ورای این مکانها یک تاریخ نهفته است، تاریخی که یک حاجی، یک زائر بیت الله الحرام باید بشناسه تا بتونه که بفهمه که چه حکمتی نهفته است در این طواف بین صفا و مروه. اون تاریخی که مرتبط با آیات قبل از این آیه، آیات صبر استقامت، اون تاریخی که مرتبط با اون خونه‌ای که اون طرفتر خونه کعبه، بیت الله، ابراهیم علیه السلام در پیری الله تعالی بهش فرزندی میده، اسمش رو میگذاره اسماعیل. خیلی هم دوستش داره، بالای 90 سال سنش، تازه الله تعالی بهش پسری داده، اولین فرزندش. الله تعالی دستور میده که ابراهیم جان، هاجر همسرت، مادر اسماعیل و این طفل اسماعیل رو برمیداری میری به مکه. مکه ای که موقع مکه ای نبود، یک دشتی است، یک منطقه چند تا کوه وسطش یک آبادی هم نیست، یک فضای بازه، یک دشت، نه آبی داره نه آبادانی. حرکت میکنه از فلسطین، میاد به مکان مسجد الحرام فعلی که موقع یک زمین خالیه، میگذاره زن و بچه رو. الان دستور رسیده که باید بره اینجا رو، میدونه که مکان کعبه است. الان کعبه ازش خبری نیست، ولی کعبه اینجا بوده و قرار خودش در آینده این کعبه رو تجدید بنا کنه. میگذاره و دستور اینه که باید برمیگرد. مادر بچه وقتی میبینه پدر داره میره، یک بچه شیرخوار، مادر نشستن، میدونه که اینجا آبی نیست، آبادانی نیست، غذایی نیست، میمونه چی کار کنه؟ بلند میشه میره پیش ابراهیم علیه السلام، جلوی راهش رو میگیره، میگه که فقط یک چیز رو من بگو، الله تعالی به تو امر کرده که بری یا نه تصمیم خودت؟ میفرماید نه، دستور الله تعالی است. بانوی بزرگ صفا و مروه، بانویی که قدمگاهش میشه مقدس، میشه از شعائر الله تعالی، هاجر، میفرماید اذا لا یضیعنا، پس حالا که اینطوریه که الله تعالی بهت گفته و دستور داده که بری، پس اون ما رو اینجا از بین نمیبره، برو. این تاریخه، این درسه. چرا ما وقتی که از الله متعال میخوایم که به رسول صلی الله علیه و سلم درود بفرسته، میخوایم درودی بفرسته به مانند درودی که بر ابراهیم و آل ابراهیم علیهم السلام فرسته. وقتی میخوایم که برکت بده به رسول صلی الله علیه و سلم و خاندانش، میفرماییم برکتی به مانند کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، اون برکتی که به ابراهیم و آل ابراهیم داری به اینا بده. ابراهیم علیه السلام برمیگرد، هاجر همسر ایشون میفهمه که دستور الله تعالی است، توکل میکنه به الله تعالی، توکل. اما توکلش به این معنا نیست که بشینه همینجا دست رو دست بذاره خب بگه هر چی شد دیگه، نه، تراشش هم انجام میده. آب تموم میشه، اون مقداری که همراهشون بوده، شیری هم برای فرزند نداره که بهش بده. صدای گریه فرزند مادر آزار میده، نمیتونه تحمل کنه. هوای گرم،
هیچ کسی هم نیست. بلند میشه میاد روی صفا. این صفا بلند میشه روش و هرگز نمیدونست اون موقع که این جای پا انقدر نزد الله تعالی ارزش داره که اینجا رو مقدس میکنه. این رو از شعائر الله تعالی قرار میده خودش. الله اینجا رو جزء ارکان حج و عمره در قرنهای پیش رو قرار میده. به این امید میره کنجا شاید کسی رو ببینه، پرنده‌ای ببینه، گروهی رو ببینه آب باشه. میبینه نیست، میاد پایین میدوه، بدو میره جایی که زمین صافه تا میره بالای مروه، باز میبینه که حکایتی نیست. دوباره میاد میره روی صفا، دوباره میاد میره روی مروه، دوباره میاد روی صفا. 7 بار میره و میاد. الان روی مروه وایستاده 7 باره که مادر دلسوزی که نمیتونه گریه مادر فرزند رو تحمل بکنه و توکل کرده به الله تعالی، الان تلاش میکنه، تمام سعی خودش رو به خرج میده، بین صفا و مروه میره و میاد. آسمان نظاره‌گرن، الله تعالی این صحنه رو داره میبینه. این توکل و اون تلاش براش کافیه. جبرائیل امین رو میفرست، میاد و اسماعیل رو دستور میده تا پاش رو بزنه به زمین. میزنه به زمین، بهترین آب روی زمین جوشش پیدا میکنه، چاه زمزمی به وجود میاد، آب زمزم میاد بیرون. از اون طرف هاجر میبینه که زیر پای فرزندش آب حرکت کرده، میاد و از خوشحالی این آبی رو که داره حرکت میکنه و جاری میشه میفهمد زمزم زمزم زمزم، جمع شو جمع شو. نگرانه که نکنه این آب کم باشه و گم بشه، میخواد حالا یک نیمچه حوضچه‌ای درست بکنه این آب رو نگه داره تا چند روز آینده استفاده بکنه. این آب اسمش میشه زمزم. اون طرف صفا و مروه، این آب میشه بهترین آب روی زمین، شفا میشه برای بیماری ها، مبارک میشه. و اون قدمگاه اون طرف در بین صفا و مروه هم مبارک میشه. الله تعالی صفا و مروه رو جز شعائر الله تعالی قرار میده، مقدس میکنه. سعی بین صفا و مروه رو واجب میکنه بر هر کسی که برای حج میاد یا عمره میاد، تا به یاد هاجر بیاد این مسیر رو ادامه بده و بلکه همون جایی که هاجر در فاصله بین صفا و مروه زمین صافی بود و میتونست که بدوه، باید مردان بدون، زنان نیاز نیست بدون، چون هاجر به جای همه زنهای تاریخ دوید. مردها باید بدون تا از هاجر همت یاد بگیرن، تا از هاجر توکل و استقامت و صبر یاد بگیرن، تا در بین صفا و مروه نشون بدن که جای پای ابراهیم که هیچ همسر و فرزندش هم قدم میگذارن، تا نشون بدن که میخوان خانواده‌ای به مانند خانواده ابراهیم در زندگی داشته باشن. الله تعالی بعد از آیات مرتبط به صبر در سوره مبارکه بقره از آیه 153 به بعد که از امتحانات و ابتلاعات میگه، بهترین نمونه رو معرفی میکنه و نتیجه این صبر استقامت رو ما میگه. هر کی که میره به حج و هر کی که مشرف میشه به زیارت مسجد الحرام، چه در حج چه در عمره، حج سختی داره، مشکلات داره، دوری از خانه و خانواده داره، کم بود امکانات بعضی جاها شاید باشه، هوای گرمه، ازدحام و شلوغیه، غربت، صفهای طولانی و انتظار هاست. بله، اما باید یاد بگیری از هاجر صبر و استقامت رو. در زندگی باید اینطوری باشه، کل زندگیت صبر و استقامت رو یاد بگیر.
شوهرش رفت، صبر کرد. غذاش تمام شد، صبر کرد. ترس بود، تحمل کرد. یک زن با یک بچه تنها در یک بیابان تاریک، در یک جایی که هیچ آبادانی و آبی نیست. صبر کرد، استقامت کرد. نتیجهش چی میشه؟ وقتی توکل بر الله تعالی است، وقتی به خاطر الله تعالی انجام میشه، نتیجهش اینه که ماندگار میشه، میمونه در تاریخ. این عبادت ها، این صحنه ها، این تصاویر میمونه. الله تعالی اینا رو ضبط میکنه، ثبت میکنه و یک روزی به معرض نمایش میگذاره. در آیه 158 الله متعال میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از مقدسات در نزد الله تعالی، جز شعائر الله تعالی است. فمن حج البیت او اعتمر، کسی که میره به حج، حج بیت الله یا عمره میره. حج و عمره فرق میکنن با هم، گرچه ما خیلی جاها در جامعه ما خیلی میگن فلانی رفته به حج و عمره، یعنی عمره رو هم تعبیر حج استفاده میکنن. نه، عمره هر زیارتی از مسجد الحرام حج حساب نمیشه. عمره طواف دور کعبه است، احرام میپوشه، حاجی میره زائر احرام میپوشه، میره و طواف میکنه کعبه رو، صفا و مروه رو طواف میکنه و سعی رو انجام میده و بعد سرش رو میتراشه یا موهاشو کوتاه میکنه اگر خانمشه. این میشه عمره، تموم میشه. اما حج نیست. حج عرفات داره، حج مزدلفه داره، حج منا داره، حج هر روز 8 ذوالحجه شروع میشه، 12 یا 13 تموم میشه. طولانیه، مسیر ادامه داره، چند روز طول میکشه. حج جداست، عمره جداست. تعبیر درستش اینه، حج عمره. بعضی از عزیزان میگن حج و عمره رفته. نه، اون عمره رفته دیگه، حج رو اضافه نکنیم بهش. الله تعالی میفرماید کسی که میره حج عمره ملامتی نیست که اینجا طواف بکنه. به خاطر این تعبیر استفاده شد که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم مسلمین کجا میرفتن، مشرکین روی صفا و روی مروه 2 تا بت گذاشته بودن به اسم اصاف، بعضی آصف گفتن، یا نائله، و اینجا که میرفتن بین این دو طواف میکردن به نیت تقرب به صاحبان این بت‌ها و اینها رو مس میکردن، دست میکشیدن. مسلمان ها از این کار خوششون نیامد، احساس کردن که الان سعی بین صفا و مروه هم دیگه انجام نشه بهتره. الله متعال فرمود هیچ ملامتی نیست این کار بکنید، چرا که اصل صفا و مروه به خاطر شرک و بت پرستی نبوده. این طواف باید انجام بشه تا اصلاح بشه این مشکل. الله متعال میفهمد کسی که حج میکنه یا عمره میکنه ملامتی برایش نیست که طواف بکنه بین این دوتا. شکل رفت و برگشتی داره دیگه، یعنی صفا از صفا شروع میشه به مروه میره، صفا میره مروه. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. در پایان آیه الله متعال میفهمد و هر کسی که از پیش خود به دلخواه خودش خیری رو انجام بده، الله تعالی سپاسگزاری میکنه ازش، قدر خیرش رو میدونه و آگاهه که چگونه ازش تقدیر بکنه. الله تعالی تقدیر میکنه کار خیرش رو، عبادتش رو، سعی و تلاشش رو، و اینها رو بیهوده نمیگذاره. صفا و مروه از مقدسات و شعائر الله تعالی است. صفا و مروه در کنار کعبه یادگار هاجر، اون بانوی بزرگواره، همونطوری که زمزم یادگار اسماعیل پسرشه، همون گونه‌ای که کعبه یادگار ابراهیم شوهرشه، مقام ابراهیم جای پای شوهرش هم اونجا هست. در گوشه گوشه مسجد الحرام میشه که در گوشه گوشه نه تنها مسجد الحرام بلکه تمام مشاعر مقدسه میشه که این خانواده عظیم رو، نقششون رو و تأثیرشون رو دید. این خانواده‌ای که اون الگو معرفی شدن، پدری به اسم ابراهیم که خودش یک امته، مادری به مانند هاجر که جای پاهش
جای پای او میشه قدمگاه و محل عبادت. و پسری که در قربانی و فدایی نمونه نداشت و میرسیم به آیات مرتبط به بحث اون صحنه عظیم قربانی اسماعیل علیه السلام. این خانواده عظیمی است. جا داره که ما برای شناخت این خانواده بیشتر مطالعه کنیم، تفکر کنیم. ابراهیم، اون مردی که هوش از سر انسان میپرونه وقتی که زندگیش رو انسان مطالعه میکنه، اون مرد عظیم. هاجر، اون بانوی بزرگوار که الله تعالی بدون ذکر نامش به عنوان یک نمونه و الگو ازش یاد میکنه، در خلال آیات مرتبط به صبر با ذکر مکانی که سعی میکرد و تلاش میکرد و نتیجه اون صبر و استقامت رو هم بیان میکنه. هاجر نزد الله تعالی انقدر محبوب و عظیم بود که الله تعالی صفا و مروه رو ماندگار کرد. سعی و طواف بین صفا و مروه رو عبادت و بلکه یکی از ارکان در عمره و حج قرار داد، چون هاجر عظیم بود بر الله تعالی. و همچنین اسماعیل. این خانواده عظیم خانواده ابراهیمن که برکت الله تعالی بر اینها بود، درود الله تعالی بر اینها بود. به همین خاطر ما هم همیشه از الله تعالی میخوایم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و در برنامه بعد با آیات دیگری در موضوع حج از کلام الله مجید خواهیم پرداخت. الله یارو نگهدار. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. در صحیح بخاری حدیث شماره 1897 و صحیح مسلم حدیث شماره 1027 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس دو نوع از هر چیز را مانند گاو، گوسفند، شتر، اسب، لباس و سکه طلا و غیره در راه الله عزوجل ببخشد،
از درهای بهشت او را صدا می کنند و به او می گویند ای بنده الله، این عمل تو خیر بزرگی است. کسی که از اهل نماز باشد از در نماز صدایش می کنند و کسی که از اهل جهاد باشد از در جهاد دعوتش می نمایند. کسی که از اهل روزه باشد از در ریان در روزداران دعوت می شود و کسی که اهل خیر و احسان باشد از در نیکوکاران دعوتش می نمایند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پدر و مادرم فدایت ای رسول الله، به حقیقت کسی که از همه این درها دعوت می شود سربلند و خوشبخت است. آیا کسی هست که این قدر احسان داشته باشد که از همه این درها دعوت شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله، امیدوارم که تو یکی از آنها باشی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم همه شما عزیزان و بزرگواران، بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی، شما کسانی که در این شبها و روزها من مطمئنم قلوب همه امت اسلامی به طرف سرزمین مکه مکرمه هست. الله سبحانه و تعالی این سفر مبارک را نصیب همه خواهران و برادران ما بگرداند. در جلسه گذشته پیرامون دروسی که از شعار حاجی، یعنی دروسی که در تلبیه نهفته هست که حاجی چی درس میگیره، اشاره کردیم که حاجی اظهار براءت و بیزاری از شرک و از مشرک و از اعمال شرکانه میکنه. حالا وقتی که حاجی حرکت میکنه و میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک و خود را در زمره موحدین قرار میده و شعار توحیدی را سر میده، باید که حاجی توحید را بفهمه، توحید را بدانه، جایگاه توحید، عظمت توحید، ثمره و نتیجه توحید، اینها را. اگر از حاجی پرسان کردن حج رفتی چی درس گرفتی، میگه که من این درس را گرفتم که بدترین گناه یا عظیمترین گناه شرک هست و بهترین
عبادت و عظیمترین عبادت توحید هست. این درسیه که حاجی در این سفر میگیره، چون شعارش میشه شعار موحدین. گام بر میداره در اماکنی که همه موحدین گام برداشتن و تلاش کردن، ابراهیم علیه السلام، انبیای خدا. پس حالا در این شعار درس توحید نهفته هست. توحید را باید بفهمیم، توحید را باید بدانیم و باید بفهمیم که توحید چیست. خود توحید از وحد یوحد، از این که خدای تبارک و تعالی ذات یگانه هست، اون یکی که بعد از خود دیگه دویی ندارد و یکی که ما قبل خود هم دیگه عددی و یا حرفی یا بالاخره چیز دیگری ندارد. سوره اخلاص به ما میگه الله ذاتیه که احد هست، الله ذاتیه که شریک نداره، مثل نداره، مانند نداره، هم کفو نداره، هم سیال نداره. آیات زیادی هست که بیان میکنه لیس کمثلی شیء هو السمیع البصیر، مثل خدا هیچ کس نیست، نه در صفات نه در اسما. الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست. هدف از ارسال رسول به خاطر توحید هست، هدف از ارسال کتب به خاطر توحید هست. همه اینها به خاطر توحید، یکتاپرستی. پس اینجا حاجی شعاری که سر میده شعار چیست؟ شعار توحیدی هست. لبیک اللهم لبیک، این شعار موحدین هست، شعار یکتاپرستان هست. پس باید حاجی توحید رو بفهمه. توحید میشه که بگیم به دو قسم هست، به دو نوع هست، توحید علمی و توحید عملی، یا به عبارت دیگر توحید ربوبیت و توحید الوهیت. حالا این توحید علمی یا توحید ربوبیت چگونه هست؟ در آیات قرآن وقتی که نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله سبحانه و تعالی رزاق هست، الله سبحانه و تعالی خالق هست، الله سبحانه و تعالی مدبر هست، الله سبحانه و تعالی مالک هست، الله سبحانه و تعالی دارای این چنین صفات و اوصاف هست. پس اگر ما بخوایم توحید ربوبیت یا توحید علمی تعریف بکنیم، چنین میشه که چی معنا؟ افراد الله تعالی بالخلق والرزق والملك والتدبیر و غیر ذلك. در این باره، در باره توحید ربوبیت یا توحید علمی نصوص زیاده، احادیث، آیات قرآنی. و این توحید خیلی مهمه. این توحید مشرکین قبل از اسلام هم داشتن. چگونه؟ وقتی که از مشرکین پرسان میشد چی کسی زمین و آسمان خلق کرده؟ قل بگو چی کسی برای شما روزی میده؟ چی کسی این آسمان رو خلق کرده؟ چی کسی تدبیر این کائنات رو داره؟ در جواب چی میگفتن؟ وقتی گفته میشد قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئده و من یخرج الحی من المیت، چی کسی شما را میمیرانه؟ چی کسی که حتی شما را زنده میکنه؟ قبل از اسلام هم اینها میگفتن که این خورشید، این آسمان، این زمین، اینها همه چی میگفتن؟ فسیقولن الله، تدبیر این کائنات هر آینه به دست خداست. خالق الله هست، رازق الله هست، مدبر الله هست. خب پس چرا لات و عزا و منات رو پرستش میکنید؟ میگفتن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم الا لیقربونا الی الله زلفا،
مثل مشرکین امروزی. چرا سر این قبر امام و امامزاده می روید؟ چرا از این طلب کمک می کنید؟ چرا این را صاحب غیب می دانید؟ چرا به نام این نظر می کنید؟ چرا اینها را عبادت می کنید؟ میگن ما اینها را عبادت نمی کنیم، اینها را وسیله می کنیم به پیشگاه خدا. ابو جهل و ابو لهب هم همین حرف را می زدن، می گفتن ما نعبدهم ما اینها را عبادت نمی کنیم. خب چه کار می کنیم؟ ما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، اینها را فقط ما تقرب می جوییم، لات و عزی و منات و اینها. پس توحید علمی یا توحید ربوبیت توحیدیه که الله را خالق دانستن، رازق دانستن، مدبر و تدبیر کننده و مالک. این توحید علمی یا توحید ربوبیت. حالا نوع دوم توحید الوهیت یا توحید عملی هست. این توحید عملی چگونه؟ که مهم برای امت اسلامی که امروز، یعنی میتونیم بگیم که فرق بین مسلمان امروزی تا ابو جهل، این فرق کدام چیز تفکیک میکنه و جدایی میاره؟ توحید الوهیت هست. اگر کسی بگه من توحید ربوبیت را قبول دارم و الوهیت را قبول ندارم، این میشه عملش، کردارش، عقیدهش مثل عقیده ابو جهل. ابو جهل هم ربوبیت را قبول داشت، الوهیت را قبول نداشت. عبادت را به خاطر الله انجام نمیداد، در کنار الله الههای دیگری را قرار داده بود. پس اینجا که حاجی محترم شعار میده لبیک اللهم لبیک، این شعار حج و شعار توحیدی وقتی زمزمه حجاج میشه، اینها چی را شعار میدن؟ کدام توحید را؟ توحید الوهیت هست. لبیک اللهم لبیک، به خدمت تو استاده هستم ای الله. لبیک لا شریک لک، لبیک تو شریکی نداری، مثل نداری، مانند نداری. هیچ کس، نه در زمین و نه در آسمان، هیچ پیامبری، هیچ امامزادهی، هیچ امامی، هیچ فلان و فلان و فلان و فلان، هیچ کس به خدایی تو شریک نیست. لیس کمثله شیء، مثل تو هم هیچ کس نیست در اسما و صفات، ذات یگانه و یگانه هستید. پس توحید الوهیت را باید دانست. چگونه هست؟ توحید الوهیت را بعد از میان برنامه بیان خواهیم کرد. با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم درس های از حج. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. حاجی محترم وقتی که زمزمه توحید را بر زبان داره، گفتیم که باید توحید را بفهمه. توحید چیست؟ توحید علمی، توحید عملی، توحید ربوبیت یا توحید الوهیت. باید این را همه امت اسلامی بدانن. خصوصا درسی که حاجی میگیره اینه که یک بار دیگر با خدا عهد و پیمان میبنده که من موحد هستم. قبل از میان برنامه پیرامون توحید ربوبیت اشاره شد. توحید الوهیت چیست؟ این توحید در عبادات هست. اولا کلمه طیبه لا اله الا الله. لا اله الا الله چی معنا؟ دارای چی مفهومی است؟
آیا تنها حفظ این کلمه ما را خوشبخت میکنه؟ اگر این کلمه فقط به زبان گفته شد، هیچ اثری در قلب و در جواری و اینها نداشت، آیا ما را خوشبخت میکنه؟ نه خیر، چنین نیست. به این که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه. خب وقتی این کلمه طیبه مفتاح الجنه گفته شده، کلید جنت گفته شده، خب کلید از خود دندانه ها داره. پس قبولیت این کلمه مبارکه هم از خود شروطی داره. در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تمام زمین و آسمان بر یک کفه ترازو گذاشته بشه و لا اله الا الله در یک کفه دیگر، هنوز هم کفه لا اله الا الله سنگین هست. الله اکبر. این کلمه مبارکه برای همیش ورد زبان موحدین هست. لا اله الا الله. چگونه این را معنا می کنیم؟ معناش اینه که اگر ما تنها بگیم لا اله، نیست خالق الا الله، نیست رازق الا الله، ما تفسیر توحید ربوبیت را کردیم. درسته، اما تفسیر الوهیت نشده. باید که معنای درست و صحیح لا اله الا الله اینه که بگیم لا اله الا الله. معنا چنین میشه که لا اله یعنی لا معبود بحق الا الله. چون در دنیا معبودهای زیادی میبینیم. یک سنگم به خود شده معبود، درختم معبود، اشیای دیگر پرستش میشه در دنیا. پس معنای صحیح لا اله الا الله باید تفسیرش بر توحید الوهیت بشه. لا اله یعنی چی؟ یعنی لا معبود بحق الا الله. هیچ معبود به حقی نیست غیر از الله سبحانه و تعالی. الله هست که لیاقت پرستش را داره. الله هست که سزاوار حمد و شکر هست. الله هست که سزاوار اینه که سر به سجده بگذاریم و بگیم سبحان ربی الاعلی. پس توحید الوهیت اول در عبادات ما اینه که شعار یک مسلمان وقتی میگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله باید وقتی به زبان گفته میشه با قلب تصدیق بشه و اثراتش در جوارح دیده بشه. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نیست معبود بحقی غیر از ذات اقدس الهی. حالا پیرامون شروط قبولیت لا اله الا الله، وقتی توحید الوهیت میگیم لا اله الا الله از خود شروطی داره. چی وقت ما را لا اله الا الله وارد جنت میگردانه؟ چی وقت آتش جهنم را با ما حرام میکنه؟ زمانی که اهل علم بیان میکنن که این کلمه مبارکه، این کلمه طیبه برای قبولیتش 7 شرط گذاشته شده. شروط قبولیت لا اله الا الله 7 شرط هست. اول چیست؟ صریح میگذرم. اول علم داشته باشیم، معرفت به الله سبحانه و تعالی باشه. یعنی انسان جاهل قدر لا اله الا الله چی میفهمه؟ چی میدانه؟ جهل آمده بود که میگفتیم دوران جاهلیت، ولی علم آمد دوران جاهلیت برطرف شد. پس علم شرط اول. دوم الیقین، به یقین باید انسان بگه لا اله الا الله، نه این که به شک.
چون به خاطر که وقتی یقین نبود شک میآیه. منافقین شک داشتن، مشرکینی که بالآخره در این راستا می آمدن بنات الله می گفتن و لات و عزا و اینها را، یقین نداشتن که به یقین بر اینا حاصل نشده بود که الله ذاتیه که حلال المشکلات هست، الله ذاتیه که خبیر هست، الله ذاتیه که کریم هست. پس شرط اول علم، دوم یقین، سوم اخلاص. اخلاص، اگر اخلاص نبود شرک می آیه. در اعمال مشرکین اخلاص نبود، خالصانه و مخلصانه نبود عبادت. پس علم و یقین و اخلاص. چهارم صدق. انسانی که میگه لا اله الا الله باور کامل داشته باشه که نیست هیچ معبود به حق غیر از الله سبحانه و تعالی. پنجم قبول کنه. وقتی ما این شرایط رو وقتی میگیم، مشرک که میبینیم مشرک شد یکی از این شرطا را نداره، منافق شد یکی از این شروط را نداره، ملحد وقتی که میبینیم ملحد شد دارای از این شروط را قبول نداره. مثلا انسان کمونیست قبول نداره که خدای هست، رد میکنه. ملحد و بیدین رد میکنه خدای هست. در این قسمت یک نفر میبینیم به شک و تردید افتاد. پس شروط قبولیت لا اله الا الله علم و یقین و اخلاص و صدق و قبول. صدق و قبول. ششم چی؟ از جمله شرایط گفتیم الانقیاد، باور داشتن، پایبندی داشتن به احکام لا اله الا الله. و هفتم المحبه، محبت داشتن به ذات اقدس الهی. کل این شروط هفتگانه ارتباط میگیره به قلب. همه اینها ارتباط داره به قلب، اسراری بین بنده و الله سبحانه و تعالی. پس حالا که اینجا حاجی محترم وقتی که حرکت میکنه طرف سرزمین موحدین و سرزمین ابراهیم خلیل الله و سرزمین نبی کریم صلی الله علیه و سلم و باقی و سایر انبیاء علیهم السلام، جایی که انبیاء طواف کردن، صالحین طواف کردن، بزرگان دین طواف کردن، مستقیم شعار سر میده که لبیک اللهم لبیک، بار الها به خدمت استاده هستم. لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت استاده هستم، شریکی نیست برای تو، به خدمت استاده هستم. یعنی این درس حاجی میگیره که از ابتدا که شعارش تلبیه هست، این را وانمود میکنه که یا الله، یا الله من موحد هستم، تو را به یگانگی پرستش میکنم، من مشرک نیستم و از اعمال مشرکانه بیزار هستم. حاجی میخواه که ابراز کنه که من از زمره موحدین هستم. پروردگار عالم همه ما را از زمره موحدین، از جمله یکتاپرستان و از جمله پیروان واقعی انبیا و اولیا و سلف صالحین داشته باشد. تا برنامه بعد که باز هم ادامه دروس تلبیه هست، همه شما را به ذات یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي
فيوعي الله عليك. در صحیح بخاری حدیث شماره 2591 و صحیح مسلم حدیث شماره 1029 اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای اسما، صدقه و بخشش کن و آن را مشمار، چون شمردن صدقه موجب بخل و منع آن می گردد. آنگاه الله عزوجل هم نعمتهایش را از تو منع می کند. مال را ذخیره مکن و آن را در راه الله عزوجل ببخش و الا الله عزوجل هم نعمتهایش را از تو مخفی می نماید. نباید به خاطر کم بودن صدقه از انجام آن خودداری نمود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. در صحیح بخاری حدیث شماره 2566 و صحیح مسلم حدیث شماره 1030 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای زنان مسلمان، نباید هیچ زن همسایه صدقه و هدیه خود را به زن همسایه‌اش ناچیز و بی ارزش بداند، هرچند این هدیه یک تکه استخوان کم